سلام خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. امیدوارم که هر جایی که هستین حالتون خوب باشه. میخوام امروز چیزی رو بهتون بگم که زندگیتون رو پر از ثروت کنه. آلبرت انیشتین میگه که تخیل همه چیز است. تخیل در واقع پیشنمایشی از چیزهایی است که در آینده به زندگیتون جذب میکنید. اگر بهش فکر کنید متوجه میشید که جمله درستیه، چون هر چیزی رو که در این دنیا میبینید قبلا جزو تخیلات یه نفر بوده و تو تنها کسی هستی که میتونی تخیلاتت رو ببینی. وقتی چیزی رو که در ذهنتون تجسم میکنید در واقع این کار خداست که داره پیشنمایشی از چیزهایی که براتون در نظر گرفته شده رو نشون میده. چرا همیشه رویای شروع کسب و کار در ذهنتونه؟ چون خدا میخواد که شما این کار رو انجام بدید. یکی از مشکلات شما اینه که چیزهایی که توی تصوراتتون میبینید رو به آدمهای اشتباه میگید. اگر میخوای یک رویای بزرگ رو از بین ببری، اون رو به یک فرد کوته فکر بگو. امیدوارم که منظورمو گرفته باشی رفیق. فقط باید روی هدف تمرکز کنی. به هیاهو و صداهای اطراف توجه نکن. تنها تفاوت میان هدف و رویا جسارت عمل کردن است. و جمله پایانی: اگر میتونی رویای انجام کاری رو داشته باشی، پس میتونی اون رو هم انجام بدی. خب دوستان، اگر تا انتهای ویدیو با ما بودید و از ویدیو خوشتون اومد، حتما لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما داخل کامنت ها برای ما موضوعاتی رو که در ذهنتون دارید حتما برای ما بگید تا براشون ویدیو درست کنیم.